در ناحیه عینی 32000 گکتار زمین کشت موجود است که از این شماره 27000 گکتار زمین کارم آبی می باشد. سالی روان کشاورزان و سهامداران خواجگی‌های دهقانی که 1500 نفر را تشکیل می‌دهند در میدان 1000 گکتار کشت کارتوشکا را براه ماندند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. موافق اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی ناحیه عینی در ناحیه 32000 گکتار زمین کشاورزی موجود است که از این شماره 27000 گکتار زمین کارم آبی می باشد. سال روان کشاورزان سهامداران خواجگی‌های دهقانی که 1500 نفر را تشکیل می‌دهند در میدان 1000 گکتار کشت کارتوشکا را براه ماندند. ما تصمیم گرفتیم که میدان کشت کارتوشکا را به 1000 گکتار رسانیده حاصل آن را به 20000 تن رسانیم. میدان کشت کارتوشکا را زیاد کردیم. امروز در همه جماعت‌های دهات پررقم سفربر بوده است. از اون جمله در جماعت دهات رارز امروز علاقه 57% دورنامه کشتی کارتوشکا اجرا گردیده است. ولی در جماعت‌های دهات فونداریو و انزوب که در بلانکوها هستند امروز نو آغاز گردیده شده است و ما حرکت داریم که تا سنوی 25 مای در همه شکل‌های خودجوری کشتی کارتوشکا را برای اجرا نماییم. مثلا 369 سهامدار خواجگی دهقانی رار سال روان در میدان 22 گکتار کارتوشکا، 15 گکتار گندم، 3 گکتار سبزیجات کشت نموده امید بر آن دارند که بازار استعمالی کشور را با محصولات تر و تازه وطنی تامین می‌نمایند. بهره ثمرناک استفاده بردن زمین در بعضی خواجگی‌ها ما در یک وقت دو حاصل در میدان زمین کارتوشکا هم کشتی کارتوشکا هم جوری دون که به هر یک 60-70 سانتی متر یک دونه جوری میدهد، هم سویا میخورد هم دون میگیرد و ما امسال تصمیم گرفتیم که در ناحیه کشتی موش رو براه مانیم. در زمین‌های نزد حولگی نیز نمودهای گوناگون محصولات کشاورزی کشت و پرورش کرده می شود. 4 تن کارتوشکا میگیرم. ممکن است زیاد هم باشه. قریب 1 گکتار من کارتوشکا حاضر کار دیگه. زمین گنج بیرنج مهنت کنید حاصل میگیرید. طور مشاهده گردی در زمین‌های نزد حولگی ساکنان ناحیه عینی نمودهای گوناگون سبزیجات از جمله کارتوشکا، سبزی، کرم، پمیدور و بادرنگ و لوبیاگی کشت کرده می شود. شوروز توشبکو با اویلای خود در زمین نزد حولگیش کشتی زراعت گوناگون را براه مانده باوری دارد که با توصیه متخصصان عمل نموده از حساب حاصل زمین نزد حولگیش روزگار خویش را پیش میبرد. هرچند که سال روان در نتیجه نامساعد آمدن هوا در آغاز ماه اپریل به باغات ناحیه تاثیر منفی رسید، از حساب بلند کردن حاصلناکی زمین‌های کشت این خسارات جبران کرده می شود.